سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 4 ایون همراه شما. وزیران 6 کشور عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی به رهبری روسیه در دوشنبه اوضاع امنیتی در افغانستان و تهدید ناامنی به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را بررسی کردند. در نشست شورای وزیران کشورهای عضو که روز 4 ایون صورت گرفت، همچنین شیوه‌های تحکیم همکاری و مبارزه با افراطگرایی و تروریسم بررسی شد. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در سخن افتتاحی خود در حضور وزیران دفاع روسیه و ارمنستان، تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان و جمهوری بلاروس سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی را تعریف کرد که این گروه آماده است به هر گونه خطر پاسخ مناسب بدهد. بنا به گزارش‌ها، یک جوان ساکن ناحیه فرخار که با بهانه جهاد به سوریه رفته بود در این کشور کشته شده است. به گفته پدرش و هم مقامات امنیتی تاجیکستان، دانشجوی سابق دانشگاه دولتی مسکو به نام لمنوسوف روز 2 ایون در نتیجه ترکش مینه جان داده است. تایید این خبر از منابع دیگر ناممکن است. عبدالمجید نباتوف پدر رستم روز 4 ایون به رادیو آزادی گفت پسرش بار اخیر به او از ترکیه زنگ زده است، ولی مقامات معلوم کردند که زنگ تلفنی از سوریه بود. نسیم نباتوف ماه مارس همین سال از فرخار فرار کرد و به سوریه رفت. و یکی از روحانیان شناخته تاجیک میگوید پیغمبران اسلام ظهور گروه تندروی دولت اسلامی را پیشگویی کرده بودند. حاجی میرزا ابرانوف، یکی از روحانیان معروف کشور، در صحبت با خبرنگاران یک روایت درباره حضرت علی پیغمبر اسلام را نقل کرد و از جوانان تاجیک خواست به اعضای گروه دولت اسلامی پیروی نکنند. دلهای اینها گفتند مثل آهن است. اینها مردم را به حق دعوت میکنند ولی خودشان در راه حق نیستند. این سخنهای گوهربار حضرت علی است. حاجی میرزا ابرانوف از این پیش در یک نشست درباره خطر افراطگرایی در میان جوانان در کلاب حضور داشت و به جوانان نصیحت کرد که به سوریه و عراق نروند. مقامات تاجیکستان میگویند بیشتر از 300 جوان تاجیک به صف گروه‌های تندرو از جمله گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه پیوستند و در این کشورها می‌جنگند. در شهر دوشنبه تاجران و صاحبکاران تاجیکستان و قزاقستان گردی هم آمدند و درباره افزایش دادن تبادل مال میان دو کشور صحبت کردند. در پنجمین انجمن صاحبکاران تاجیکستان و قزاقستان 24 شرکت قزاقستان و 108 صاحبکار تاجیک شرکت داشتند و بین طرفات چندین قرارداد همکاری به امضا رسید. قزاقستان در میان کشورهای شوروی سابق یکی از شریکان اصلی تجارتی تاجیکستان است. بنا به آمار سال 2014 مبادله مال و کالا میان تاجیکستان و قزاقستان در مقایسه با سال 2013 20% افزایش یافته به 700 میلیون دلار رسید. ما شاهد هوسمندی زیاد شرکت‌های قزاقستان به بازار تاجیکستان هستیم و دلیل این شرکت نمایندگان 24 شرکت بزرگ قزاقستان در انجمن است که می‌خواهند در کشور سرمایه گذاری کنند و بازار یابند. قزاقستان سالانه به تاجیکستان صدها هزار تن آرد و گندم و محصولات غله‌دانه می‌فروشد. در قلمرو تاجیکستان این زمان بیشتر از 20 شرکت مشترک تاجیکی و قزاقی فعالیت می‌کنند. و دلشاد نظرف، گرزانداز مشهور تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا که در شهر اوخان چین جریان دارد، نشان طلای این مسابقات را از آن خود کرد و بار سوم قهرمانی آسیا شد. دلشاد نظرف گرز را به مسافه 77 متر و 88 سانتی متر پرتاب کرد و هیچ کدام از رقیبانش نتوانستند از دلشاد بگذرند. دلشاد نظرف در بین ورزشکاران تاجیک اولین شده راه خط به بازی‌های المپیک سال 2016 در برزیل را به دست آورده است. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.